سلام دوستا، بازم خوش آمدین با یک ویدیو جدید با من فرشید ظاهر. دوستا امروز میخوایم در از این ویدیو برای شما از عجیب ترین حیوانات جهان سریع و خشن معلومات را بدم. دوستا قبل از اینکه به این معلومات بپردازیم لطفا چنل را سابسکرایب کرده در قسمت کامنت نظرات خود داده تا بفهم از چه ویدیو خوش میاد تا اون ویدیو رو آپلود بکنم و دوستا حتما لایک فراموش شما نشه. بریم که ویدیو رو ببینیم. یوزپلنگ این گربه‌سانان بزرگ و قدرتمند به واسطه سرعت بالا و مهارتی که در شکار طعمه‌های خود دارد تاکنون لقب سریع‌ترین حیوان روی زمین را از آن خود کرده است. در واقع یوزپلنگ‌ها در فضاهای آزاد و دشت‌های وسیع می‌توانند با سرعت 80 الی 130 کیلومتر بر ساعت طعمه خود را دنبال کنند. جالب است بدانید این شکارچی باهوش تا جایی که می‌تواند طعمه خود را به صورت آهسته تعقیب می‌کند و هنگامی که مطمئن می‌شود به اندازه کافی به آن موجود نزدیک شده است حداکثر سرعت و مهارت خود را در شکار هم به نمایش می‌گذارد. کفتار از دیگر سریع‌ترین حیوانات جهان می‌توان به کفتار اشاره کرد که حداکثر سرعت آن در دنبال کردن طعمه‌ها چیزی حدود 64.5 کیلومتر بر ساعت است. اما نکته جالبی که در شکار کفتارها وجود دارد هوشمندی و رقابتی است که باید به هنگام شکار به کار ببندند تا طعمه خود را با شیر یا پلنگ تقسیم نکنند. در واقع کفتارها به صورت گروهی شکار می‌کنند و مستندات مختلف نشان می‌دهند این گروه‌ها غالباً توسط کفتارهای ماده هدایت می‌شوند. نیزه‌ماهی سیاه نیزه‌ماهی سیاه نیز یکی از سریع‌ترین حیوانات در جهان است که بیشتر در اقیانوس هند و آرام یافت می‌شود. این جانور دریایی به هنگام شکار یا فرار از شکارچیان خود می‌تواند با سرعت 101 کیلومتر بر ساعت شنا کند که همین سرعت بالای نیزه‌ماهی سیاه سبب شده است به یکی از قوی‌ترین و ماهرترین شکارچیان آبزی تبدیل شود. اژدهای کومودو یقیناً یکی از عجیب‌ترین حیوانات جهان است. اژدهای کومودو بسیاری از افراد گمان می‌کنند این خزنده بزرگ جثه همانند دیگر خزندگان سرعت پایینی داشته و برای پیدا کردن غذای خود تنبل است، اما لازم است بدانید این خزنده جانوری بسیار سریع و قدرتمند است که می‌تواند با سرعتی حدود 19 کیلومتر بر ساعت طعمه خود را دنبال و شکار کند. در واقع اژدهای کومودو به بزرگترین مارمولک روی زمین نیز معروف است که امروزه تنها تعداد کمی از این جانور را میتوان در محدوده‌های خاصی از اندونزی پیدا کرد.